خب وقتی وارد ربات همستر شدید با کلیک بر روی پلی این وان کلیک یا پلی این پایین صفحه وارد بازی میشید. بعضی وقتا حالا ارور بهتون میده به خاطر لود بالای بات هستش که پلیرهای زیادی اومدن توش. وقتی وارد این بازی میشید با همچین صفحه‌ای روبرو میشید که یه موشی هست اون وسط که با ضربه زدن بهش میتونید سکه دریافت کنید که یه مخزنی داره که الان برای ما 1500 تاست و با توجه به لولتون یا ارتقاهایی که میدید این مخزن میتونه افزایش پیدا کنه و هر ثانیه 3 تا در واقع به شما انرژی میده که بتونید سکه بگیرید. قسمت هایی که توی این صفحه میبینیم اینترپرتب سمت چپ هستش که به شما میگه با هر زدن روی این سکه چند تا در واقع کوین میگیرید. حالا یه قسمتی هم داره که ما اگر 3 بار ضربه بزنیم روی این اینترپرتب وارد همچین چیزی میشه که یه در واقع باید کدی رو وارد این موش کنیم به شکل خاصی که به ما یک در واقع جایزه 1 میلیونی به همون بده که الان مثلا من با این کد دارم این جایزه رو میگیرم. نشد یه بار دیگه یه نوع خاصی روی این موش ضربه بزنید که براتون میذارم تا بتونید رمز رو باز کنید و این جایزه رو بگیرید. خب ما الان یه جایزه 1 میلیونی گرفتیم تا بتونیم ارتقاهای خودمون رو انجام بدیم. یه لول هم لول موشمون رفت بالاتر. قسمت های دیگه ای که میبینیم coins to level up هستش که میگه 2 میلیون در واقع سکه داشته باشیم میره لول بعدی که لول ها اینجا هستش. دیاموند هست الان ما هستیم، اپیک هست، لژندری، مستر که حالا گرم مستر از بالای 100 میلیون و آخری که میگه اگه بالای 1 میلیارد داشته باشید به این لول میرسید. الان با بالا رفتن لول ما مخزنمون از 1500 حالا شده 3000 تا. خب میایم تو چیزای دیگه که داریم میبینیم توی این صفحه پرافیت پر آور هستش که در واقع سود در هر ساعت که الان برای ما 743 تا شما وقتی شروع میکنید 0 هستش. این میگه در واقع سکه هایی که هر ساعت به ما به طور اتومات میده چقدر هستش. 743 تا که نوشته باید هر 3 ساعت شما وارد بازی شید تا بتونید این سکه ها رو دریافت کنید. حالا این سود ساعتی رو چجوری باید اضافه کنیم؟ میایم تو قسمت ماین از این پایین کلیک میکنیم. اینجا یک سری کارت هایی رو به ما نشون میده که با ارتقا دادن اونها میتونیم درآمد ساعتی خودمون رو افزایش بدیم. به فرض اینجا میگه که توی تاپ 10 CMC میگه که 1000 تا بده تا بهت 80 تا سکه در ساعت بدم. ما برای اینکه ببینیم آیا میصرفه این یا نه این عدد رو باید تقسیم بر 80 کنیم و با توجه به زمان فعلی در واقع بازی اگه تازه شروع کردید تاریخی که من کلیپ رو دارم براتون میذارم این تقسیم زیر 300 در بیاد براتون میصرفه. خب ارتقاش میدیم. میبینیم که اونجا این بالای دیلی کومبو هست که میگه 3 تا کارت باید پیدا کنی که اگر این 3 تا کارت رو ارتقا بدی بهت 5 میلیون جایزه میدم که ما این کارت ها رو روزانه براتون توی کانال میذاریم. الان چون اکانت تازه در واقع این بازی شروع شده برای ما نمیتونیم انتخاب کنیم چون به فرض یکی از کارت ها در واقع قفل هستش. حالا این قفل ها رو باید چجوری باز کنیم؟ ببینید برای مثلا استیکینگ که الان قفل هست بالای بالا سمت راست میگه KYC لول 7 میخوام. KYC تو قسمت لگال هستش. KYC رو ما باید به لول 7 برسونیم تا قسمت استیکینگ مارکتمون برامون باز بشه. بعضی وقتا ربات به خاطر شلوغی زیاد اینجوری میشه دچار مشکل میشه که میتونیم حالا از 3 نقطه بالا گزینه ریلود پیج رو بزنیم تا برنامه دوباره برامون از اول باز شه و مشکلش بهتر بشه. خب میایم تو قسمت لگال KYC رو ارتقا میدیم. همچنان مشکل هست.
یه ذره بهتر شد. حالا ببریمش لول 7. خب می‌بینیم که تو قسمت مارکت استیکینگ ما باز شد و حالا میتونیم ارتقاش بدیم. یا مثلا اینجا نوشته گیم فای توکن رو ببر لول 4 که گیم فای توکن میگه همستر تیوب رو ببر لول 4، اون سومی سمت راست. همستر تیوب تو قسمت پیارن تیمه. منتها این قسمت پیارن تیم رو شما باید اول از تو قسمت ارن برید جوین کانال تلگرامشون بشید تا براتون باز بشه. خود این همستر تیوب پیش نیازش همستر بوک بود که حالا مثلا به عنوان مثال الان همستر گرام که بغل همستر تیوبه میگه خود این همستر تیوب رو باید به لول 8 برسونی تا باز شه. ما این همستر تیوب رو میبریم لول 8. خب با رسوندنش به لول 8 همستر گرام هم باز شد که میتونیم ارتقا بدیم و به همین شکل میبینیم الان تو قسمت مارکت گیم فای توکن هم آزاد شد. به همین شکل تمام قفل ها رو باید باز کنیم و روزانه یه دیلی کامبوی به ما میده که میگه 3 تا از کارت هایی که مخفی هستش رو باید ارتقا بدی تا بهت 5 میلیون بدم که ما براتون میذاریم که چه کارت هایی هستن. توی قسمت اسپشیال هم توی قسمت نیو کارت باید کارت ها رو بگیرید چون بعضی وقتا زمانش تموم میشه. به فرض من اینجا این پیتزا رو انتخاب میکنم. خیلی مشکل داره بات. خب میبینید که الان از قسمت نیو کارت اومد به قسمت مای کارت. همه این در واقع تسک ها رو شما باید انجام بدید، قفل رو همه رو باز کنید و معمولا تا لول 10 برای شما میصرفه که اینا رو ارتقا بدید با توجه به زمانی که از بازی مونده. از قسمت فرند هم که حالا کسایی که اینوایت کردید رو میتونید ببینید و از قسمت ارن تسک های مختلفی که میاد رو میتونید انجام بدید و سکه جایزه بگیرید و از قسمت دیلی ریوارد هر روز که شما آنلاین شید بهتون یه مقدار جایزه میده که در روز دهم 5 میلیون بهتون جایزه میده و از روز 11 دوباره برمیگرده از اول و دوباره میره رو دیوان و بهتون 500 تا میده تا روز 20 که دوباره بهتون 5 میلیون بده. دیگه فکر نمی‌کنم چیز خاصی مونده. فقط یه چیزی از شما میخواد که اکسچنجتون رو انتخاب کنید. ببینید نوشته choose your exchange. exchange همون این بالا که نوشته بینگ ایکس، این رو که بزنید به شما در واقع میگه که خب الان نمیاره برای من. خب exchange رو که میزنید میگه exchangeتون رو انتخاب کنید که ما بینگ ایکس رو انتخاب میکنیم چون با ایرانیا در واقع همکاری داره و میتونه کار کنه و میتونیم حالا بعدا اگه نیاز شد کوینمون اونجا بفروشیم. و این در واقع صرافی یا اکسچنج هر 3 ساعت یک بار برای شما اون مقدار کوین رو میگیره که الان مثلا من اگه برم بیرون و بیام نگاه کنید که خب ببینید وقتی وارد ربات میشم صد تانکیو بینگ ایکس که حالا برای ما اون مقدار درآمدمون رو گرفته. الان هم درآمد ما 2600 تا در ساعت هستش.